به نظرت بمب‌افکنای B2 آمریکا توالت دارن؟ بمب‌افکنای B2 قابلیت پرواز تو مسافت‌های خیلی زیاد رو دارن. این هواپیما طوری طراحی شده که با ویژگی رادار گریزیش بتونه بدون اینکه دشمن متوجه بشه از میون سامانه‌های دفاعی عبور کنه. حتی تو تاریخ هم رکوردهای B2 شگفت انگیزه. تو یکی از ماموریت‌های جسورانه تا افغانستان پرواز کرد. توی یه پرواز 44 ساعته ماراتونی ماموریتش رو انجام داد. دوباره برگشت، خلباناشو عوض کرد و دوباره 34 ساعت پرواز کرد. اما شاید از خودت بپرسی خدمه چطور تو همچین پرواز طولانی مدتی دووم میارن؟ جوابش اینه که اونا توی یه هتل پرنده زندگی میکنن. در واقع B2 طوری طراحی شده که راحتی خدمه توی اون لحاظ شده. این فقط یه هواپیما نظامی نیست، بلکه خونه دوم برای افرادی که با فداکاری توش خدمت میکنن. اونها به امکانات ضروری دسترسی دارن، از جمله تخت برای استراحت، مایکروویو برای گرم کردن غذا و حتی توالت. چند دقیقه استراحت تو اونجا میتونه واقعا برای خدمه حیاتی باشه. حالا سوال اینجاست، اگه بهت فرصت بدن دوست داری از همچین توالتی استفاده کنی؟